آیفون ها بالاخره رجیستر شدن و خیلی الان گوشای 12 13 تا 14 شون رو میخوان بفروشن، 15 یا 16 بگیرن. اگه تو هم جزو این دسته افرادی هستی که میخوای گوشی فعلی تو بفروشی و یه آیفون جدید بگیری، بیا به توضیح بدم چطوری باید از اطلاعاتت بکاپ بگیری و اطلاعاتت از روی این گوشیت خالی کنی که بقیه بهش نتونن دسترسی پیدا داشته باشن. اولش نیازمند یه کامپیوتر، لپتاپ یا مکبوکی که گوشی تو با کابل به کامپیوتر وصل کنی. روی کامپیوتر باید نرم افزار آیتونز رو نصب کرده باشی تا بتونه درایور گوشی رو تشخیص بده و بتونه گوشی تو روی کامپیوتر بالا بیاره. بعد از اینکه گوشی تو با کابل به کامپیوترت وصل کردی، روی صفحه گوشی ازت میخواد که رمز گوشی تو بزنی تا قبول کنه که این کامپیوتر که بهش وصل کردی از طرف خودت بوده و یه حالت تراست، همون اعتمادی که اون بالا نوشته به اون سیستم داشته باشه. بعد از اینکه رمز گوشی تو زدی، حالا گوشی توی اون آیتونز شناسایی شده و روی ولکام که برات پیامش نمایش داده شده، اونجا گت استارت رو میزنی، یعنی شروع کنی که وارد بشی به دسترسی‌هایی که توسط گوشی روی کامپیوترت قرار گرفته. حالا برای اینکه بتونی از اطلاعات گوشیت بکاپ بگیری، دو تا حالت وجود داره. یکیش اینه که از آیکلودت بکاپ بگیره. آیکلود همون اپل آیدیته که یه 5 گیگابایت استوریج داره که یه سری دیتا رو روش آپلود میکنه و اونجا میمونه، ولی خب ماکسیمم ظرفیتش 5 گیگابایته. حالا یا میتونی از اون اطلاعات بکاپ بگیری، یا میخوای کلا هر چیزی که روی گوشیت بوده رو مستقیما بیای همونجا کامل تو کامپیوترت بکاپ بگیری که میای بکاپ آن دیس کامپیوتر رو میزنی و در نهایت بکاپ رو میزنی. چه چیزایی بکاپ گرفته میشه؟ همه نرم افزاری که روی گوشیت، اس ام اسات، مخاطبینت، تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، همه چی برات میاد. نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از اینکه بکاپ رو زدی، بهت میگه میخوای این بکاپت رمزنگاری بشه یا رمزنگاری نشه. اگه رو کامپیوتر خودت داری این کارو انجام میدی، میتونی بزنی don't encrypt و بدون اینکه دیگه مشکلی داشته باشه بعداً نیازمند تایید مرحله دوم باشه، گوشی تو بکاپ میگیره و بعدش میریم سراغ نحوه فکتوری ریست کردن و بازگشت به تنظیمات کارخونه. اگر هم رو سیستم دوستت داری این کارو انجام میدی و میخوای که بکاپت فعلا بمونه بدون اینکه کسی بیاد به اون دسترسی پیدا کنه یا بتونه قفل امنیتیش رو بشکنه، رمزنگاری میکنه و فول انکریپت رو میتونی بزنی. حالا بکاپو زدی، دونت انکریپت هم زدی، بسته به اطلاعاتی که روی گوشیت داری، حالا میخواد 80 گیگ باشه، 90 گیگ باشه، 100 گیگ باشه، حتی 200 گیگ باشه، زمانش از نیم ساعت الی 2 ساعت طول میکشه با توجه به میزان دیتایی که روی گوشیت داری. پیشنهاد میکنم اگه میخوای از گوشیت بکاپ بگیری و این روند سریعتر باشه، اطلاعات خیلی غیر مفید مثل اسکرین شات هایی که نیاز نداری، عکسای ویدیوهایی که نیاز نداری از تو گالریت پاک کنی و یا نرم افزارهایی که بعداً ممکنه بهشون نیاز نداشته باشی الان از روی گوشیت پاک کنی و بعد بری سراغ بکاپ گرفتن. بعد از اینکه بکاپ گرفتی، بکاپت کامل شد، میای توی گوشیت وارد تنظیمات میشی، تو قسمت جنرال میری تو قسمت ترانسفر اور ریست و اون پایین نوشته erase all content and setting. اینو که بخوای بزنی گوشی تو ریست کنی، ازت رمز اپل آیدی تو میخواد و اگر از اپل آیدی کارتی دارین استفاده میکنین، اگر از اپل آیدی استفاده میکنین که به اسم خودتون نیست، اطلاعاتشو ندارین یا اپل آیدی رو رفتین خریدین، قبلش مطمئن بشین که برین تو تنظیمات گوشی، اون بالا تو قسمت آیکلود و فایند مای آیفون رو خاموش کنی. فایند مای که بخوای خاموش کنی، رمز اپل آیدی رو ازت میخواد. بعد از اینکه رمز اپل آیدی رو زدی، فایند مایت خاموش شد، حالا میتونی برگردی دوباره تو همون جنرال ترانسفر اور ریست ایریز آل کانتنت ستینگ رو بزنی، رمز گوشی تو میزنی و تمام همه اطلاعات از این آیفون فعلی که داری پاک میشه. حالا آیفون جدیدی که گرفتی و وصل میکنی با همون کابل به کامپیوتری که روش آیتونزه، شناسایی میشه و بعدش میای روی ریستور آیفون میزنی و وقتی روی ریستور کلیک کردی بهت میگه که همون بکاپی که مثلا دیروز گرفتی، پیروز گرفتی، میزنی روش و اطلاعات از روی این گوشی میاد روی این گوشی. نکته‌ای که وجود داره اینه که شما اگر بخواید این کارو انجام بدین، یه سری اطلاعات مثل نرم افزارهای تو استپ وریفیکیشن یا اتنتیکیتوری که رمز دوم میخوان ممکنه که بکاپ گرفته نشن و باید بکاپ کد یا اون بارکدی که مربوط میشه مثلا به تو استپ وریفیکیشن صرافی ارز دیجیتالتون، اینستاگرامتون یا هر نرم افزاری که نیازمند تایید دو مرحله مثل استیم، ونگارد و چیزهای دیگه، اینجا شما باید بیای اطلاعاتتو از قبل یه جایی ذخیره کرده باشی. اون میتونه کدش باشه یا بارکدش باشه، تو تلگرام یا یه جای امنی ذخیره کرده باشی و در غیر این صورت ممکنه که دوباره نیازمند باشه که بری اونجا تو استپ وریفیکیشن تو ریست کنی تا روی گوشی جدیدت بالا بیاری. اگر این ویدیو به کارت اومد و کسی رو میشناسی که قراره بره گوشیشو بفروشه و یه گوشی جدید بگیره، این ویدیو رو براش بفرست که بدونه چه جوری باید از گوشیش بکاپ بگیره و ریستش کنه. اگرم میخوای که گوشی جدید رو گرفتی، اطلاعات مستقیم از این گوشی به اون گوشی انتقال بدی، کانال موبودات نیوز رو سابسکرایب کن، تو ویدیوهای بعدی به توضیح میدم.